سلام. شماری از احزاب یک بار دیگر در مخالفت با برگزاری سالیاد دکتر نجیب الله رئیس جمهوری پیشین کشور طی یک جلسه اعتراضی مخالفت کردند. کابل از درخواست پارلمان اروپا برای آتشبس فوری و پایدار در افغانستان استقبال کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در توییترش نوشته است که حکومت شدیداً از خواست پارلمان اروپا برای آتشبس فوری و دائمی و محکومیت خشونت استقبال می‌کند. دکتر نعیم سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان گفته است در برابر مذاکرات بین الافغانی که اکنون به تعویق افتاده است کدام مشکل جدی نیست و امید دارد که به زودی این مذاکرات ارمغان صلح به کشور بیاورد. مسعود عزیزی قنصل افغانستان در شهر دبی میگوید امارات متحده عربی 11 افغان را که در شهر راس الخیمه زندانی بودند رها کرده است و به همکاری سفارت به کابل منتقل شدند. و سازمان بین المللی مهاجرت میگوید در سال جاری نزدیک به 600,000 مهاجر افغان از ایران به افغانستان آمدند.